سلام و درود به همگی، خوش اومدید به این ویدیو. خوش اومدید به کانال پروکسی ام. امروز اومدیم با آموزش دانلود و نصب کامل ویتوری ان، بهترین نسخش، نسخه ای که این ایبلتان روش کار میکنه و کل سیستم رو تانل میکنه. توی هیچ سرویسی به مشکل نمیخورید، سیستم پروکسی روش کار میکنه. خلاصه این نسخه همه چیز تمومه و هیچ جوره شما امکان نداره به مشکل بخورید. خب بریم سراغ آموزش. اول یه کانفیگ باید شما داشته باشین که داخلش اد کنید، چون یه کلاینته. واسه کانفیگ چی کار کنیم؟ الان من فعلا کانفیگمو اد کردم توی برنامه هب. اینو ویدیوی بعدی آموزش میدم. این کلاینت وی پی ان ام این مثل ویتوری انه، ولی خب ویتوری ان رو من ترجیح میدم حقیقت. وارد بات ویتوری شاپ میشیم، ویتوری شاپس وی آی پی بات آندرلاین بات، و یه کانفیگ میخریم. الان من کانفیگ خریدم از این بات، بهترین بات فروش وی پی ان، واقعا سروراش خیلی پرسرعته. این هم چنل ویتوری شاپس که لینک دانلود ویتوری ان رو داخلش قرار میدم، همینی که الان قرار جلوتر نصب کنیم. خب الان من یک کانفیگ خریدم، این کانفیگ همه، اینم لینک حسابمه. خب الان میریم دانلود میکنیم ویتوری ان رو. بهترین نسخه که ما بهش رسیدیم 655 بوده. همونطور که میبینید الان نسخه خیلی جدیدتری اومده، مثلا 727 و اینا، ولی اصلا هیچ تغییری نکرده که هیچ پسرفت هم داشتن. بهترین نسخه واقعا همین 655. یعنی من بگم همه نسخه رو دانلود کردم تک تک و تست کردم، اغراق نکردم. این 655 رو ویتوری ان ویت کور رو میزنیم نصب شه، همین 113 مگابایتیه. میزنیم دانلود شه. خب ثبت میکنیم. دانلود شد. خب میایم اینجا، این فایلش اکسترکتش میکنیم. قسمت دانلود ها اینو اکسترکت میکنیم. اکسترکت تو اوکی. خب تموم شد. حالا وارد این پوشش میشیم و میاریمش بالا. ممکنه قبل اینکه این باز شه واسهتون بیاره که درایور دات نت رو باید دانلود کنید. از طریق همون لینکی که اونجا واسهتون میاره درایور دات نت رو دانلود کنید. اگه آورد برین دانلود کنید، اگه نیاورد که هیچی. یه چیز خیلی ساده و راحتیه اون. خب همونطور که میبینید زبونش چینیه. حالا ما چطور انگلیسیش کنیم؟ این سه نقطه این بالا رو میزنیم، اینو میزنیم و اینجا ای ان رو میزنیم. بعد این فلش این پایین رو میزنیم، بعد اینو کلیک راست میکنیم روش، بعد این پایین پایینیه رو میزنیم و الان دوباره بازش میکنیم و تموم، اومد بالا با زبان انگلیسی. خب الان اول از همه قبل اینکه سرور رو اد کنیم بیاریمش روی صفحه دسکتاپ. حالا چطور این کار رو انجام بدیم؟ وارد همین پوشش میشیم، یک کلیک راست میکنیم، show more options رو میزنیم، send to desktop. تموم شد، اومد دیگه. ما از اینجا میتونیم واردش شیم و حالا میریم کانفیگمون رو کپی میکنیم. الان من از بات خریدم، کپیش میکنم، سرورز رو میزنم و اینجا ایمپورت رو میزنم، ایمپورت میشه. خب حالا من برم یکی وی پی ان رو قطع بکنم. خب تموم شد. یه ریلود میزنیم ببینیم وی پی ان درسته یا نه. اگه درست باشه اینجا پینگ میده که همونطور که میبینید پینگ داد. و اینجا میتونیم از طریق سیستم پروکسی استفاده کنیم، میتونیم از طریق اینیبلتان استفاده کنیم. اگه کارهای سبک میخواین انجام بدیم، مثلا در حد وبگردی چیزی، همین سیستم پروکسی کفایت میکنه و کامل وصل و اوکی و همه چی. ولی اگه من الان بخوام از مایکروسافت استور استفاده کنم، الان نگاه کنید، وارد مایکروسافت استور میشم، نمیاد بالا با سیستم پروکسی. چرا؟ چون مایکروسافت به پروکسی حساسه و یه سری سرویس های دیگه مثل انویدیا، آرموری کریت، اینا همه به پروکسی حساسن و نمیشه کاری کرد. باید چی کار کنیم؟ میایم اینجا سیستم پروکسی رو میذاریم روی کلیر و دست میزنیم، همین روی کلیر میذاریم و اینیبلتان رو میزنیم. اینجا یس رو میزنیم. خب یه بار مایکروسافت استور رو ببندیم. خب یه بار دیگه اینیبلتان رو میزنیم تا آبیشه. آبیشه یعنی وصله. بعد اینجا دوباره باید پینگ بده. پینگ داد یعنی وصله. خب همونطور که یعنی پینگ داد 174. تموم شد، وصل شده. الان وارد مایکروسافت استور میشیم، همونطور که میبینید الان میاد بالا. خب یه 2-3 ثانیه صبر میکنیم، اینترنت هم خورده ضعیف شده. چرا نیومد؟ تا ستینگ تانش رو چک بکنم. خب همه چی درسته. آها اومد. یه بار دیگه این تان رو میزنیم، خارج میشیم، واردش میشیم. آره اومد. همونطور که میبینید کاملا درسته.
با این ایبلتان، همه رو لود میکنه و میاره. مثلا من این چت جی پی تی رو بخوام دانلود کنم یا هر چی، میاد بالا، همونطور که میبینید اومد بالا. خب آره اوکی. خلاصه این بهترین نسخهشه و واسه سرویس های حساس مثل مایکروسافت استور از این ایبلتان استفاده کنید. لینک دانلودش رو توی چنل میذارم، زیر همین پستم میذارم آیدی چنلو. و آره خلاصه تموم. یکم لایک های این ویدیو هم بالا باشه، ویدیو بعدی هم هپو میگیرم واسهتون این کلاینت. ولی بازم پیشنهاد من V2RAI اینه، واقعا به عنوان کسی که سالها توی کار وی پی انم، بهترین و ساده ترین برنامه همین V2RAI اینه. کاملم هست، امنم هست. تموم شد و رفت. خدا نگهدار.